هست چونکه کلوب مرکزی ورزش ارتش در پایگاه قهرمانی است و سرافشان در تخانه جدول سرافشان از سمت سرمایه‌گذاری تیم استعفا داده بود. تو از مرکز میدان با بازی وارد کرده می‌شود از جانب بازیگران دسته مهمان. برای فوتبال سرافشان کوشش‌های شهبون نعیمов و جریمه وارد می‌شود. یک ضربه دیگر و پرینس کوبلا داشته گرفت و حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش را قطع کرد. اون امکانیت خوب برای دسته سرافشان از ضربه به سمت دروازه و چگونه فرصت رو اینجا کنار راست ضربه از بیرون جریمه بود اما جلیل منظرف ضربه به سمت دروازه و چگونه ضربه خوفناک بود. پرتافت وحیدالدین سفرов به داخل جریمه ضربه به سمت دروازه و گل. میرزاخان در دقیقه 40 بازی موفق می‌شود که توپ را گذاشت. جونیبک با وحیدالدین و ارسال سفرov را میگیرند بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش پس فرانسوا انیگوی ضربه ساقچانov و دروازه‌بان دسته سرافشان دلشاد علبویف پرتاف به داخل جریمه ضربه با سر بود و قریب بود که بازیگر دسته سرافشان عبدالجلیل منظرف حساب رو برابر کند. تورسونов اونا نمایی کرده شده است. حمله نوبتی با اشتراک بازیگر دسته سرافشان امکانیت برای محمد اقبال امینزاده و ضربه چندان خوب نبود. پرتاف به داخل جریمه ضربه با سر و گل. با عمل اومده رو پس به داخل جریمه ضربه با سر پس از جای دویم باخت پرتاف به داخل جریمه ضربه با سر و محمد اقبال امینزاده بازی ادامه دارد. مرکزی ورزش ارتش پس با وحیدالدین سفرov ضربه و گل. وحیدالدین سفرov در رقابت امروز دومین مرتبه کلوب مرکزی ورزش ارتش را با پیش میبرد. بازم فاول شدند. یگان خیل حالت افساید نیست. توپ بر کمر راست روان کرده. ارسال هم در سطح خیلی خوب بود به سمت و نکته نماند که این گل اولین وحیدالدین سفرov در این موسم لیگ اولی بود. بازم وحیدالدین سفرov حمله را ادامه میدهد پس به سمت محمد اقبال دولتov پرتاف به داخل جریمه و خوفناک هم بود. بازم فوتبال بازان دسته سرافشان در حمله است. ضربه با سمت دروازه و پرینس کوبلا ضربه دیگر پس زمینی جهانگیر سفرov ضربه به سمت دروازه یک حمله دیگر با اشتراک کلوب مرکزی ورزش ارتش سمت دروازه اینجا به نشان گرفته شد. البته با اشتراک بازیگران دسته سرافشان کوشش‌های امیربک فیضی‌یف اینجا بابور قاسمov نتوانست توپ را روان کند. ضربه او با سمت دروازه پرینس کوبلا و دیگر بار فوتبال بازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش توپ را میگیرند و حمله جوابی خود را تشکیل میدهند. وحیدالدین سفرov پس به سمت شهباز حبیبov اینجا جونیبک شریفov بود که ضربه زد و دلشاد علبویف پرتاف به داخل جریمه توپ برگردانده میشود از جانب عزت‌الله روزیف. وحیدالدین سفرov ضربه به سمت دروازه و با یک جایش زیبایی که پرینس کوبلا کرد شد علبویف توپ را با دست گرفت و با همین تمام دوستان عزیز و ارجمند صدای اشتراکی امیرجان خورکشف بلند میشود و رقابت دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و سرافشان در دوره رقابت دوره هفتم لیگ اولی با نتیجه 2-1 به نفع دسته ارتش با گل